سلام، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه میکلو. امروز آموزش یک سان سباستین بسیار عالی و نرم داریم. اول برای میکسرمون از این سری استفاده میکنیم، یا اگرم از امزن دستی استفاده میکنیم اشکال نداره. اینجا 1 کیلو پنیر خامه‌ای داریم، به میکسرمون اضافه میکنیم و با دور یک هم میزنیم تا کاملا نرم بشه. پنیرمون که نرم شد 300 گرم شکر رو در طی 3 تا 4 مرحله اضافه میکنیم و هر بار 1 تا 2 دقیقه هم میزنیم و حواستون باشه که دورش باید 1 باشه. کم کم شکرهامون رو اضافه میکنیم و هر بار 1 تا 2 دقیقه هم میزنیم که کاملا هم بخوره و مخلوط بشه. اینجا ما 200 گرم تخم مرغ کامل داریم و 90 گرم زرده اضافه وانیل بهش اضافه میکنیم، 1 تا 2 گرم، و باز هم به موادمون در طی چند مرحله اضافه میکنیم و هر بار 1 تا 2 دقیقه هم میزنیم. کم کم اضافه کنیم تا کاملا مخلوط بشه. الان موادمون رو هم میزنیم تا کامل مخلوط بشه. اینجا ما 600 گرم خامه داریم. میتونید از خامه 35%، 32% یا خامه صبحانه استفاده کنید. اگه خامه 35 تا 32% باشه خیلی بهتره. کم کم اضافه میکنیم در طی چند مرحله و میذاریم تا کاملا هم بخوره. اینجا ما 6 گرم آب لیموی تازه داریم، اضافه میکنیم و اینجا 25 گرم آرد همه کاره و 25 گرم نشاسته رو اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشه. وقتی کاملا مخلوط شدن میریزیم توی ظرف جداگونه موادمون رو و بلندش میکنیم. اول تمام موادمون رو میاریم بیرون از توی ظرف میکسرمون و با بلندر بلندش میکنیم تا کاملا یک دست و مرتب بشه. بعد از اینکه بلندش کردیم موادمون رو از صافی رد میکنیم و میذاریم تا کاملا صاف و یک دست تر بشه بدون هیچ گونه اضافه و دونه. دوباره یکم دیگه بلندش میکنیم و میریزیم توی قالبمون. خب برای قالبمون ما از 2 لایه کاغذ روغنی استفاده میکنیم. 2 لایه کاغذ روغنی رو میذاریم کف قالبمون. من اینجا از قالب 23 در 23 استفاده میکنم. موادمون رو کاملا میریزیم توی قالب و یکم تکونش میدیم. میذاریم توی فر از قبل گرم شده. فر رو با دمای 230 درجه گرم میکنیم و چیزکیک رو در دمای 220 درجه به مدت 45 تا 1 ساعت میپزیم تا کاملا روش برشته بشه. چیزکیک ما در حال پخته. حواستون باشه وقتی چیزکیک پخت باید وسطش ژله‌ای و لرزون باشه. میذاریم داخل فر تا کاملا سرد بشه، توی دمای محیط و دمای فر کاملا سرد بشه. الان که بعد از چند ساعت چیزکیکمون سرد شد، یه فویل میکشیم و میذاریم داخل یخچال. برای برش دادن هم که چاقو رو گرم میکنیم و چیزکیک جذابمون رو برش میدیم. حتما اگه درست کردین تو کامنت ها بنویسید نظرتون رو. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. منتظر ویدیوی بهتر باشید، ویدیوی عالی‌تر باشین. اینم از چیزکیک سن سباستین بسیار نرم و جذاب ما.